بعد از انجام جراحی درمان انزال زودرس چه مدت بعد ما اون نتیجه نهایی رو میبینیم؟ در کل ترمیم و روند درمان توی بدن 6 ماه هست، ولی برای این موضوع واقعا متغیره. شما تو رضایتمندی ها ببینید یه آقای بعد یه ماه میگه من خوبم. آقایی بود از لندن اومده بود که میبینید هنوز چند روز مونده بود به 2 ماه برسه، گفت من نتیجه رو گرفتم. آقایی هم داریم تو وایسای قبلی ببینید 4 ماه بعد اینجوری بوده. پس ما هیچ گونه عجله‌ای نباید داشته باشیم و هیچ استرسی ندیم. ببین ما اول باید توی معاینه به یقین 100 اصلا 99 هم نداریم، شما به 100 میرسی که این درمانه بهت کمک میکنه، این عامل برطرف میشه، خب دیگه جای تشویش نداریم دیگه و صبر میکنیم. مثل هر چیزی که تایم داره، میوه باید رسیده بشه تا ما بتونیم از درخت برش داریم. پس هیچ عجله‌ای نباید. اگر این کارو بکنی در واقع داری اضطراب ایجاد میکنی که بعد باید بریم اون اضطراب رو درمان بکنیم. پس خواهشاً اصلاً عجله نکنید. میبینید پستی براتون گذاشتم، آقای مهرما جراحی کرد، با من تماس گرفته از سندش که آقا من نتیجه نگرفتم، تمام اینا رو من اسکرین شات گرفتم میذارم. بعدن الان چند روز پیش تماس گرفته، آره من چقدر عوض شدم، اصلا انتظار نداشتم، زندگی من عوض شد. ببین تمام سندا پس پیش شماست. اینجا فقط آگاهی رسانیه و همه چی شفاف و رو، هیچ چیزی نداریم که خلاف واقع باشه.